هذا النور شفاء صدور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، زیباترین قصه در عهد عمر رضی الله عنه. سه جوان در زمان خلافت عمر رضی الله عنه جوانی را به نزد او آوردند و گفتند: ای امیرالمؤمنین، این جوان پدر ما را کشته است و ما از تو میخواهیم که قصاص ما را بگیری. عمر رضی الله عنه از آن جوان پرسید: چرا پدر آنها را کشتی؟ جوان گفت: من یک چرا دهنده شتران هستم. شتر من به زمین پدر آنها در آمده درختی را خورد. پدرشان باشد با یک سنگ شتر ما را زده کشت. من همان خودی همون سنگ را گرفته پدرش را زدم که در این حالت او هم مرد. پس عمر رضی الله عنه گفت: پس حد را بالای تو برپا خواهیم کرد. جوان گفت: من را تنها برای 3 روز مهلت دهید. پدر من هم مرده است و برای من و برادر خردسالم کنیزی گذاشته است. اگر مرا بکشید، هم کنیز از دست خواهد رفت و هم برادرم پس از من. عمر رضی الله عنه گفت: کی برای برگشتن از ضمانت خواهد داد؟ جوان به سوی مردم نگاه کرد و گفت: این مرد. عمر رضی الله عنه گفت: ته ابوذر، ضمانت این مرد را به دوش خواهی گرفت. ابوذر رضی الله عنه گفت: بله ای امیرالمؤمنین. عمر رضی الله عنه گفت: ای ابوذر، تو او را نمیشناسی. اگر او فرار کند، حد را بر تو خواهیم زد. ابوذر رضی الله عنه گفت: من ضامن او میشوم ای امیرالمؤمنین. جوان از آنجا رفت. روز اول گذشت، روز دوم هم گذشت، روز سوم هم میگذشت و مردم همه پریشان در فکر ابوذر بودند که اکنون حد بر او خواهد شد. تنها چند لحظه قبل از غروب آفتاب، جوان دوان نفس زدن به نزد عمر رضی الله عنه رسید و گفت: کنیز و برادر خردسالم را به تقاهم سپاریدم و خود را به نزد تو رسانیدم. اکنون من زیر فرمانت هستم. عمر به تعجب از او پرسید: چه چیزی تو را وادار نمود که تا بر بگردی؟ فرصتی بود برایت که فرار نمایی. جوان گفت: از آن ترسیدم که نگویند وفا به عهد در مردم نمانده است. عمر رضی الله عنه از ابوذر رضی الله عنه پرسید: چگونه برای او ضامن شدی؟ ابوذر رضی الله عنه گفت: از آن ترسیدم که نگویند نیکی دیگر در مردم نمانده است. فرزندان مردی کشته شده از سخنهای آنها متأثر شده گفتند: او را بخشیدیم. عمر رضی الله عنه گفت: چرا؟ گفتند: از آن میترسیم که نگویند بخشش دیگر در مردم نمانده است. دوستان من، خداحافظ.